یه دفعه به خودت میای میبینی کارگر و پیمانکار و مسائل فروش و همه اینا پول میخوان، چک میخوان، تو هم موندی چیکار کنی؟ خیلی خطره، خیلی خطره. ببین یه نکته خیلی مهم تو کنترل مدیریت اینه که شما عادت بدین نیروهاتو، پیمانکاراتو، مسائل فروشایی که باشون کار میکنید که چه جوری از تو پول بگیرن. یعنی چی؟ یعنی وقتی تو مثلا یه اسکلتو داری شروع میکنی تازه، میگی خب یه دونه بتونه دیگه، این انقدر پول میدم، انقدر چک میدم، میلیارد تومان نقد بگیرم، هر سقف اسکلت کار تمام میشه آرماتور بعد پولشو بدم. یه جایی میرسی که 2 تا 3 تا سقف زدی، موازی با اون میخوای تیغه چینی کنی، والپوست کار میاد، بنا میاد، مسائل فروش اضافه میشه، یه طبقه بیشتر میری بالا، گچ کارو میخوای اضافه کنی، یه دفعه این موازی کارا میان، همشون هم هستن. حالا دیگه نگاه میکنی به بتون اگه 50% نقد میدادی دیگه نمیتونی بدی، به کارگرا اگه هر پنجشنبه پول میدادی دیگه نمیتونی بدی. بس امروز حواست به 2 ماه 3 ماه بعدت هم باشه که چه جوری داری پرداخت میکنی. به این میگن مدیریت هزینه.